خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی تقدیم میکنم. سلام. امروز 9 انور است. محتوای برنامه در چند جمله. تحلیلگران درباره عوض شدن وزیران در حکومت تاجیکستان چی میگویند؟ بیشتر صداقت به نظر گرفته می شود و یا لیاقت؟ انتخاب کادرها از طریق آزمون این یک آرزوی خیلی شیرین هست که ما واقعا میخواهیم که همین طور شود. زندگی در دهه‌ای که در جبهه اول جنگ جای گرفته است. ساکنان و سربازان اوکراین از بیدادگری نیروهای روسیه میگویند. در اینجا یگان مکتب فعال نمانده است. ارتش روسیه مثل لشکر مغول تمامی مکتب‌ها را ویران کرد. تا їхнім військом орда. شما وکیلان مردمی خود را در مجلس نمایندگان تاجیکستان میشناسید؟ سوالی که امروز از چند رهگذر در دوشنبه پرسیدیم. وکیلا رئیسا در آدمای کمیزیت کار ندارن. ما هم کارشو نمیگیره. ابتدای سال 2023 چون سالهای قبل با تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان آغاز شد. آخری هفته گذشته معاون اول نخست وزیر برکنار و رئیس ولایت ختلان کلانترین ولایت تاجیکستان انتخاب شد. دو وزیر دیگر هم با سبب به اصطلاح حکومت گذاشتن به کار دیگر برکنار شدند. منصبداران را از یک منصب گرفتند و جای دیگر تعیین کردند. حاصل این تعیینات چیست؟ بهبود زندگی مردم یا هیچ چیز؟ مولا رجب یوسفی و براد یوسفی موضوع را با تحلیلگران در میان گذاشتند. خورشید عطاالله و همکارانش در هفته‌نامه فرج سالهاست که تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان را پیگیری می‌کنند و آن را موسم دلزنک نام گذاشتند. به گفته او سالهای پیشتر واقعا این موسم دلزنک بود چون هیئت حکومت قریب به کلی عوض می‌شد، اما حالا چهره‌ها در حکومت کمتر تغییر می‌یابند. یکم اینکه مثل سالهای شوروی همانهای احتمال منصب گرفتن در وظیفه دیگر کار کردن یا به جای وزنین فرستادنشان زیادتر است که خود را در جای کار پیشینشان نشان دادند. یعنی نقشه مثلا پخت سپاری، غله سپاری یا که نقشه سفر برکنی حربی این چیزها را بود کردند. طرف دیگری مسئله این است که همین خیلی عادت شده است که هر نفری که به حلقه منصبدار دولتی میرسد و حتما تو نفقه گردش میخورد، یا در این وظیفه یا در آن وظیفه. به تغییرات کادری در حکومت جامعه تاجیکستان همیشه توجه دارد، هرچند این مسئله در دایره‌های محدود حل می شود. برخی تحلیلگران میگویند سیاست کادری حکومت از جمله معیار انتخاب و تعیین کادرها به اصلاحات نیاز دارد. اولا اینکه کادرهای نو باید که جایگیر میکردن، کادرهایی که واقعا متخصصی ساحه هستند، نه اینکه از یک وظیفه به وظیفه دیگر گرفته. یک اقتصادچی میبینه که امروز در این وظیفه است، در آمار هست، پگاه میبینه که در وزارت مهنت است، پگاه دیگر میبینید که در یک وزارت دیگر است. یعنی که این تنها انتخابی تنها از یک وظیفه به وظیفه دیگر پرتافتن همون شخصیت های علاهیده است، نه اینکه انتخاب کادرهای واقعا هم سزاوار. مقامات به این تنقیدها راضی نیستند و همیشه گفتند کادرهای سزاوار به وظیفه ها تعیین می شوند. در یگان وقت، در یگان دور و زمان خیلی که مثلا تناسبات منطقه ها و مهارت کسبی، صفات های کردانی و همین چیزا را در یگان وقت زمان خیلی که امروز سرآور دولت ما با این بعد میگه توی اندازه نبود. بر اساس قانون اساسی تاجیکستان تعیین و برکناری اعضای حکومت و رئیسان شهر و ناحیه‌ها در صلاحیت پرزیدنت است. در تاجیکستان مثل برخی کشورها تجربه انتخاب وزیران در اساس آزمون رایج نیست. البته انتخاب کادرها از طریق آزمون این یک آرزوی خیلی شیرین هست که ما واقعا میخواهیم که همین طور شود، ولی باز هم کریتری انتخاب چی می شود؟ باز هم کی انتخاب میکند؟ فکر کنم که این آرزوی شیرین در سیستم کادری حکومت امروز عملی نمی شود.
در ماه ینور جلسه سالانه حکومت تاجیکستان برگزار می شود. معمولا در آستانه و پس از جلسه تغییرات کادری صورت می گیرد. منابع آگاه گفتند سال جاری نیز این چیز در نظر است. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه. موضوع دیگر، عبدالرحمن شریپوف ادوکات عبدالله غربتی ژورنالیست زندانی تاجیک از حمایت حقوقی او دست کشیده است. عبدالرحمن شریپوف گفت بر اساس یک طرح به ژورنالیست رایگان کمک میکرد، ولی حالا که طرح تمام شده است و دیگر چنین امکان ندارد، دست کشیدن ادوکات‌ها از پرونده های به اصطلاح سیاسی بار اول نیست. پیش از آغاز برنامه از جمشید یاروف رهبر بنیاد بزرگمیر در لهستان پرسیدیم که چرا ادوکات‌ها در تاجیکستان از پرونده های به اصطلاح سیاسی دست میکشند؟ ادوکات عبدالله غربتی گفت که وقت ندارد، سرکار است. از او پرسیدیم که شما به این باور میکنید؟ البته تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که تمام ادوکات هایی که اشتراک نمیکنند از اشتراک دست میکشند یا اینکه در رفت حمایت با ژورنالیستان با خشتباران درباره جزئیات پرونده یگان معلومات نمیدهند تحت فشار هستند. تحت فشار هم از طرف مقامات تفتیشاتی و سودی و پروکراتورا و همزمان از طرف رهبریت اتفاق ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان آنها تحت فشار میباشند که بسیار رسانه‌ای نکنند و دیگر و آیدی که ادوکات عبدالله غربتی میگوید که من وقت ندارم، من در این هم باوری ندارم، چون که مرحله های وضع‌بین‌ترین تشویش‌ترین زینه اول مرحله زینه اول سودی یا تفتیشات پیشکی گذاشتند. این حال فقط نوشتن شکایت کاساسیونی و اینکه نظارتی مانده است که همان هم ممکن یک یا دو مرتبه ادوکات را به سود دعوت کنند اگر دعوت هم کنند. برای همین یگان وقت زیاد رو این نمیگیرد. من با این سخنهای کس باور ندارم. در اینجا فقط فشار تهدید نسبت آنها و احتیاطی خود همین ادوکات ها رو کنند. از جمشید یاروف پرسیدیم که شما سالهای طولانی در تاجیکستان ادوکات کار کردید. عموما نقش ادوکات در تاجیکستان از چی عبارت است و امکانی چیزی رو تغییر دادن در دادگاه‌های تاجیکستان وجود دارد؟ خیلی که من چند مرتبه گفتم ادوکات‌های تاجیکستان در پرونده‌های جنایتی یگان چیز رو تغییر هم دادن نمی‌توانند. چون که عدالت سودی در تاجیکستان وجود نیست، سودها سیستم سودی مستقل نیست، اون چیزی که تفتیشات علاقه نویست و پروکرور تصدیق کرد همون خیلی میرود. ادوکات‌ها از دستشون عموما به شبهه گفته میتونیم یگان کار در پرونده‌های جنایتی نمی‌آید. در پرونده‌های اولیوی مأموری و دیگر ممکن بیاید. در پرونده‌های جنایتی علاوه خصوص در پرونده‌های با مانند پرونده ژورنالیستان و بلاگران عموما از دستشون نمی‌آید. و علامت دست کشیدن از چنین پرونده‌ها خیلی که گفتم وقت رو کم می‌گیرد. این نشانه آن است که فشار بالای ادوکات‌ها هست، فشار بالای آن شخصانی هست و خشتبارانی هست که دفاع از حقوق و آزادی شهروندان میکنند. نوبسته که زیر حمایت هست و خشتبار. جمشید یاروف رهبر بنیاد بزرگمیر یاروف بود که درباره دست کشیدن ادوکات‌ها از پرونده‌های پرسر و صدا از جمله حمایت عبدالله غربتی خبرنگار زندانی صحبت میکرد. او را سال گذشته از جمله با گناه عضویت در سازمان‌های افراطی به 7.5 سال زندان محکوم کردند، هرچند خودش گفته است که بیگناه است. برنامه را با گزارشی از اوکراین ادامه میدیم. شهرک ارخیو ولایت زاپاروژیا اوکراین در نزدیکی جبهه اولی جنگ روسیه قرار داشته تقریبا هر روز مورد هدف نیروهای روسیه قرار میگیرد. شهرک از نیروی برق، گاز طبیعی و آب گرم محروم است. از این رو اکثریت آن را ترک کرده است، ولی آن ساکنانی که در شهر ماندند مجبورند شبشان را در تخمانه ها گذرانند. تصویری زندگی در دهه در جبهه اولی جنگ در گزارشی همکارم اسکندر خوجا میرزاده. این ولایت زاپاریژیای اوکراین است. در شهرک اوریخوو این استان همه چیز تخریب شده است.
این آتش گرد است. یک ماه پیش در اینجا 2500 نفر اقامت داشت. بعضی ساکنان برمیگردند، دیگران برعکس شهرک را ترک میکنند. مکسیم راننده ماشین میگوید طول 10 ماه اخیر این شهرک از نیروی برق، گاز طبیعی و آب محروم است. مردم برای نجات حیاتش در تهخانه ها شب را روز میکنند. یگانه منبع گرمی و نه تنها در این شهرک همان پیچکه های قدیمی است. ما این پیچکه ها را آورده کوشش میکنیم که جهاز ضروری را برای فعال نمودن آن نصب کنیم تا مردم تواند که در تهخانه ها شب را روز کند. میکولا شهرک را ترک نکرد و همراه با 5 عضو عائله‌اش در همین تهخانه اقامت دارد. من نبیره دارم. وقتی آتش باران شروع می شود او میگوید بابا رفتیم در تهخانه پنهان شویم. شبی گذشته نیروهای روسیه آتش کشیدند. همه چیز در تهخانه به لرزه درآمد. موشک به خانه برخورده دیوارها را شکاف کرد. همه در و تیرزه ها شکست. بام خانه هم زیان دیده است. تا جای توانستم کوشش کردم آن را تعمیر کنم. در اینجا یگان مکتب فعال نمانده است. ارتش روسیه مثل لشکر مغول تمامی مکتب‌ها را ویران کرد. Та їхнім військом орда прийшла і все руйнує. ساکن شهرک ویتالی از یک بالون گاز که از طرف مقامات دسترس نموده است آب گرم می کند. ما آب را هم از مقامات محلی میگیریم. زمان در منزل ویتالی 60 خانواده استقامت داشتند، ولی در این بنا فعلا بغیر از او کسی نمانده است. در همین حال پوچته آریخی فعال بوده در خدمت ساکنان باقی مانده شهرک می باشد. در اینجا مردم هست. بازنشستگانی هستند که باید نفقه اشان را بگیرند. ما نفقه و دیگر مواد ضروری مردم را میفرستیم و یا به دستشان میرسانیم. نیروهای روسیه آتشباران انفراساختار ملکی اوکراین را ادامه می‌دهند. طبق اطلاع سازمان ملل متحد تخمیناً 18 میلیون اهالی این کشور به یاری‌های بشری نیاز دارند. برمیگردیم به تاجیکستان که هر 5 سال یک بار مردم وکیلان خود را در پارلمان انتخاب می‌کنند. وکیلان نماینده مردم حساب می‌شوند و باید منفعت و حقوق ساکنان را حمایت کنند. برای تهیه قانون و شنیدن عرض و شکایت وکیلان باید پیوسته با ساکنان واخورند. آیا این کار را میکنند و یا عموما مردم وکیلانشان را در تاجیکستان میشناسند؟ همکارم نگاره فضل‌الدین از ساکنان پرسید که وکیلان را میشناسند یا نه. نمیشناسم، ما وکیلان نمیشناسم. اگر وای کند برآمد کنه وای کنه میشناسند. ولی اگر انسان ندیده مثلا دیپوته میشناسیم همشون. اسمشون رو میدونین که در یک سال اخیر چیکار کردن، کی هستن؟ دیگه اسمشون رو نمیدونم که پروسشه. او ما تریتوری ما سرای اروق و اخر خیلی بیبلیوک اروق کرده. وکیلا رئیسا در آدمای کمیزیت کار ندارن. ما هم کارشو نمیگیره. ما نوبیت دوردستم منطقه وکیل حوزه انتخابات محمد تویز زاده در بسیار آبادی کرد. این شهرها زیبا آباد کرد. ای تمام یعنی خلق میندار ما همو. کیه وکیل شما در پارلمان کیه؟ اگه تنومش نمیدونم اونی که میشناسم شکر. میشناسم شکر تا اونش نمیدونم. زاده غیرت. من از ناحیه مسجد هستم. صبح. در من خیلی سوالا رو نکرد. برنامه به پایان رسید ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو هر ساعت در وبسایت azadi.org و در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادنکلاسنیکی ادامه دارد. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید به ما بفرستید، راه فرستادن و شماره تلفن ها در وبسایت ما هست. زنگ زنید و یا بنویسید. خوب و خوش و کامگار باشید و خدا نگهدار.